مثبت اندیشی به تنهایی برای تغییر و ایجاد دائمی و ماندگار اصلا کافی نیست. شاید به ذهن شما کمک کنه موقتا روی اون چیزی که میخواید تمرکز کنید. جملات تأکیدی و تصویرسازیاتون گاهی شما رو حتی نزدیک رویاها، نزدیک خواسته هاتون هم نمیبره، چون تمام مدت در حال کشمکش در مقابل جرقه‌های دی ان ای خودتون هستید که انرژی شما رو کاملا تحلیل میبره. اون چیزی که در دی ان ای شما ثبت شده از طریق میدان انرژی شما 24 ساعت شبانه روز و 7 روز هفته در جهان بیرونتون ارتعاش میکنه و جملات تأکیدی که میگید و تکنیک هایی که انجام میدید رو کاملا باطل میکنه. شما میتونید دی ان ای خودتون رو دوباره برای موفقیت بازنویسی کنید. اگه تمایل دارید در مورد علم بازنویسی دی ان ای بیشتر براتون توضیح بدم، توی کامنت کلمه دی ان ای رو بنویسید.